این درسی نوبتی ماست. اویدی برنامه پاورپوینت که در اینجا ما با شما زیر در وقتی گرافیک سازی راست آماده استفاده بودیم. برای گرافیک سازی اکنون سر میکنیم ساختن گرافیک های خودمون رو. برای این ما چی کار میکنیم؟ انا همین ها رو کمتر وسیع تر میکنیم. برای اینها رو ما با اساس جا کرده برده تونستانمون این کلیچه هایی که است حرکت کننده اینها رو ما میگیریم حرکت میاندازیم. خب چقدر که میبینید علاقه کورسی که ما نوشته بودیم میتونیم آورده از اینجا مونیم و برای که با رسم یا جویا نباشن و این متماتیکا رو هم آورده از اینجا مونده میتونیم. این اشیا نیست چون این طور آورده از اینجا میمونیم. بعضی حرفامون رو کور کرد هیچی گرمه اون رو ما باز بعدا جا با جا میکنیم. اینش رو اینسی میاریم اینش رو باشد و اینجا میاریم. علاقه شما چقدر که میبینید گرافیک ما باشد کم و بیش جای خود را گرفته ایستاده است. یعنی صورت در بین پیدا می شود رسم ما در گردان باشد معلومات ها با پررگی و خوشنودی نویسنده شده ایستاده اند. این رو باز کمتر دیگر از این طرف با کور بریم. نه جدول رو آورده از اینجا میمونیم. تا اینکه چند قدر وسیع شود برای ما همون قدر کاربردی اون آسان تر می شود. میمونیم اینها رو باز کمی دیگر با این طور میاریم تا که اینها آزاد استند و یکدیگر خلل نرسانند. اینه یک طرفش با پررگی آماده شد طرف دیگرش. چرا که شما دیده ایستادید اینجا علاقه جا با جا شدن رسم های ما میتونیم که این رو باز کمی دیگر تغییرات وارد کنیم. یعنی همین نوشته های خوب با نوشته های خود که در اینجا آورده ایستاده ایم چه خیلی تغییرات میشود که ما رنگ و بار کرده میتوانیم همین هر یک خانچه اینها رو جداگانه برای رنگ و بار کردن هر یک خانچه این جداگانه مثال از همین سر میکنیم جایی که نام و فامیلیا هست و بالا این پخش میکنیم. از اینجا ازمینیت فیگور هست ما باشد و فرمت فیگور سر کار میگیریم. از اینجا پیدا میشد سپلاش ظریفگاه یگان طرز نوشت خود را که از اینجا ما میتونیم رنگ ها رو تغییر دهیم. چیزی که است در اینجا دیر عیان میشود کم بیش با خواست خودمون رنگ اینجا ها رو نشد.
این راش رو، ایناش رو در ایناش. خب با شما کدام رنگی که با خود شما شخصا محکوم میشد میتونید از همون استفاده بریم. باشد از تکستوره های گوناگون در اینجا بوده استفاده میبریم. تماما نمیتواند کن. خب طرز همین نوشتی فاکولتت رو آرمی کمتر تغییر میدهیم. در این رنگی که ما موندیم کمتر هم باشد نمودار شود. خب همین خیلی چکلی که میبینید کمی بیش هم باشد علاقه تغییرات وارد شده ایستاده است. این رو بس کمتر کفتر میبریم. این خانه چهارم است و مانند همون ها میتونیم تغییرات وارد نماییم. اگر گفتنم یگان خودتون رسمی تیار داشته باشین برای چنین گونه حالت های استفاده برای تیار کردن مونده باشین، آن رسم ها را نیز از جای هایی که هست در اینجا امکانیت هست در درس های پیش ما با شما گفته بودیم از اون جای ها میتونین علاوهش کنین. هیچی گپ نیست. اون نقض می شود.